سلام عرض می‌کنم خدمت شما دوستان و همراهان گرامی. هومن تیموری هستم از کانال مارکت بیزیک ادویکیشنال. دوستان قراره تو این سری ویدیوهای آموزشی در خدمتتون باشیم از 0 تا 100 بازارهای مالی، از پایه بازارهای مالی تا هر جا که انشالله رسیدیم و عمر ما کفاف داد. تجارب و اون مواردی که در طول این چند سال با آزمون و خطا، با از دست دادن سرمایه، با ضرر، با اعصاب خوردی و اینها کسب کردیم رو در اختیارتون انشالله قرار بدیم. خب اگه تازه میخوای وارد دنیای ترید و بازارهای مالی بشی، قبل از اینکه بری سراغ اندیکاتور، استراتژی یا سیگنال، پلن و مدیریت ریسک و سرمایه، باید یک چیز رو درست و اصولی بفهمی. اینکه بازار چطوری کار میکنه. توی این ویدیو میخوایم از صفر شروع کنیم. اول میگیم بازارهای مالی چیا هستن، تریدر کی است، ترید یعنی چه، سرمایه گذار کیه، سرمایه گذاری یعنی چه، تفاوت بین ترید و سرمایه گذاری چی است، و در آخر میرسیم به بحث ساختار بازار که یکی از اصولی ترین مباحث بحث تکنیکال هست، یعنی پایه بازارهای مالی، یعنی بازار چطور کار میکنه. خب اول ببینیم بازار مالی چیه. بازار مالی محیطیه که در اون اسست ها و دارایی ها و همچنین ابزارهای مالی دیگه خرید و فروش میشه. مثلا یکی سهام یک شرکت رو میخره و کسی دیگه میفروشه. در اصطلاح میگیم یک خرید و فروش اتفاق افتاده. یا وقتی یورو رو در مقابل دلار معامله میکنیم، با بازار فارکس طرفیم. یا بیت کوین خرید و فروش میشه، وارد بازار کریپتوکارنسی شدیم. پس بازار مالی فقط یک نمودار تریدینگ ویو نیست. پشت هر نمودار خریدار و فروشنده، عرضه و تقاضا و در نهایت کشف قیمت وجود داره. و چیزی که ما روی چارت میبینیم در واقع نتیجه همین تعامل خریدارها و فروشنده است. خب حالا میرسیم به بحث ترید یعنی چی؟ ترید یعنی خرید و فروش یک دارایی یا ابزار مالی با هدف استفاده از تغییرات قیمت. پس ترید یعنی خرید و فروش یک دارایی یا ابزار مالی با هدف استفاده از تغییرات قیمت. مثلا فرض کن یک دارایی رو شما در قیمت 100 میخری و در قیمت 110 میفروشی. از طرف دیگه در بعضی بازارها میشه از کاهش قیمت هم سود کرد، یعنی از نزول قیمت سود بگیریم. نکته مهم، ترید یعنی پیشبینی 100% نیستش. هیچ تریدری نمیتونه همیشه درست پیشبینی کنه. تریدر حرفه‌ای به جای اینکه اطمینان 100% دنبالش باشه، با احتمال، مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه و یک پلن و برنامه کار میکنه و در بهترین حالتش پیشبینی 40 به 60 هستش. خب پس بازارهای مالی رو متوجه شدیم چی است، ترید هم متوجه شدیم. حالا میرسیم به بحث تریدر کیه. تریدر کسیه که بر اساس یک روش و برنامه مشخص از فرصت‌های موجود در بازار استفاده میکنه و اسست ها رو خرید و فروش میکنه. اما اینجا یک تفاوت خیلی مهم وجود داره. هر کسی که چند بار خرید و فروش انجام داد لزوما تریدر حرفه‌ای است؟ نه خیر. اگر بدون برنامه وارد بشه، حجم معاملات مشخص نباشه، حد ضررش رو نذاره و صرفاً بر اساس هیجان تصمیم بگیره، در واقع رفتار قمارگونه داره. تا ترید حرفه‌ای، تریدر باید بدونه کجا وارد بشه، چقدر ریسک کنه و کجا خارج بشه. اگه تحلیلش هم اشتباه بود، جلو ضررش رو کنترل کنه. چطور جلو ضررش رو بگیره. حالا بریم سراغ سرمایه گذاری. سرمایه گذاری یعنی اختصاص دادن سرمایه یا بخشی از سرمایه به یک اسست یا یک پروژه با هدف کسب سود در آینده. مثلا ممکنه سهام یک شرکت رو خریداری کنه و با دید چند ماهه یا چند ساله نگهش داره، یا روی یک دارایی سرمایه گذاری کنه چون معتقد ارزش اون دارایی در بلند مدت میره بالا، افزایش پیدا میکنه. بنابراین سرمایه گذار معمولاً بیشتر روی ارزش و چشمانداز بلند مدت تمرکز داره، اما تریدر بیشتر به حرکت قیمت و رفتارهای معاملاتی توجه میکنه. البته این مرز همیشه مطلق نیستش. یک نفر هم میتونه سرمایه گذار باشه و هم تریدر. چیزی که مهمه این که بدونی برای هر موقعیت چه هدف و چه پلنی داری.
تفاوت بین ترید و سرمایه گذاری. خیلی خلاصه بگیم، ترید معمولا روی استفاده از نوسانات و فرصت‌های معاملاتی کوتاه مدت تمرکز داره، ولی سرمایه گذاری معمولا نگاه بلند مدت تری نسبت به ترید داره، اما هیچ کدوم ذاتاً بهتر از دیگری نیستن. مشکل از جایی شروع میشه که فرد بدون اینکه بدون چه کاری داره انجام میده سرمایه گذاری رو با ترید قاطی کنه. مثلا یک معامله کوتاه مدت طرف معامله رو میگیره، وارد ضرر میشه و به جای اینکه به خودش بگه اشکال نداره میبندمش یا مدیریتش میکنم، بگه بلند مدت نگهش میدارم. این دیگه یک استراتژی نیست، واکنش به ضرره. از همون اول باید بدونه چرا وارد شده و کجا و چه زمانی باید خارج بشه. خب این هم از بحث تفاوت بین ترید و سرمایه گذاری. رسیدیم به انواع بازارهای مالی. بازار سهام یکیشه، بازار فارکس دومیشه، بازار کریپتوکارنسی سومی و بازار کالا چهارمی. البته ما تو کشور خودمون بازارهای مختلفی داریم. بازار خودرو هست، بازار طلا هست، بازار سکه هست، بازار ارز هست. ولی خب بیشتر ما هدفمون بازارهای بین‌المللی هست. خب بازار سهام، در بازار سهام شرکت ها خرید و فروش میشه. وقتی سهام یک شرکت رو میخرید در واقع مالک بخش کوچیکی از اون شرکت میشی. بازار فارکس بازار معامله جفت ارز هاست، جفت ارزهای اصلی و جفت ارزهای فرعی. انشالله بعداً بهش میرسیم که جفت ارزهای اصلی چه ارزهایی هستن و جفت ارزهای فرعی چه ارزهایی هستن. به صورت خلاصه بگم، هر ارزی که یک طرفش دلار باشه بهش میگن جفت ارز اصلی و هر ارزی که یک طرفش دلار نباشه سایر ارزها باشه بهش میگن ارزهای فرعی. مثلا یورو به دلار میشه جفت ارز اصلی، روبل به ریال ایران میشه جفت ارز فرعی. خب بازار کالا، اینجا با دارایی‌هایی مثل نفت، طلا، نقره و سایر اسطح مثل گاز سر کار داریم. بازار کریپتوکارنسی، این بازار ویژگی‌های خاص خودش رو داره، نوسانات خیلی زیادی داره، هیجانش زیاد هست، مثل خرید و فروش بیت کوین، اتریوم و سولانا. پس وقتی میگیم بازار مالی منظورمون فقط بازار فارکس و کریپتوکارنسی نیست، بازارهای مختلفی هستند و هر کدوم ویژگی‌های خاص خودشون رو دارن. شما باید به حسب شخصیت، رفتار و همچنین واکنش به اون بازار یک نوع بازار رو برای خودتون انتخاب کنید. خب بریم روی چارت. وقتی همه این بازارها رو نگاه میکنیم چیزی که جلوی چشم ماست چیه؟ قیمت هست و قیمت روی نمودار حرکت میکنه، گاهی بالا میره، گاهی پایین میاد و گاهی هم در یک محدوده خاص حرکت میکنه. اما اگه به بالا پایین رفتن چند کندل نگاه کنیم واقعا نمیفهمیم بازار چه کاری انجام میده. اینجاست که مفهوم ساختار بازار وارد میشه. ساختار بازار چیه؟ یعنی نحوه شکل‌گیری سقف‌ها و کف‌های قیمت در طول زمان. بازار رو میتونیم با همین سقف و کف‌ها بخونیم. وقتی قیمت حرکت میکنه سقف و کف ایجاد میکنه و اگه درست این سقف و کف‌ها رو تشخیص بدیم میتونیم بفهمیم بازار در چه وضعیتی قرار داره. روند صعودی هست یا نزولی و یا رنج. سه نوع روند داریم، پس روند صعودی، روند نزولی و روند خنثی یا رنج. یکی یکی بررسی میکنیم. الف، ساختار صعودی. ببینید دوستان، فرض کن قیمت از اینجا حرکت میکنه، یک سقف تشکیل میده، بعد یه اصلاح به سمت پایین و سقف بالاتر و یک کف میسازه اینجا، بعدش میره بالا سقف بالاتر، بعد میاد پایین کف بالاتر، اینجا مجدد اصلاح میکنه، بعد میره بالاتر و به همین صورت. یعنی سقف و کفهای بالاتر نسبت به سقف و کفهای قبلی. اینجا دو تا اصطلاح داریم، هایر های یعنی سقف بالاتر، این سقف ببینید این سقف از این سقف بالاتر و این سقف از این سقف، و کف های بالاتر ببینید این کف از این کف بالاتر، این کف از این کف، این کف از این کف. وقتی بازار مرتب سقف ها و کف های بالاتر میسازه با یک ساختار صعودی ما طرف هستیم. اما حواست باشه صعودی بودن ساختار به این معنی نیست که
قیمت قرار نیست هیچ وقت پایین بیاد. اصلاح در یک روند صعودی کاملا طبیعی میتونه باشه. مورد دوم، ساختار نزولی. قیمت ببینید از اینجا پایین میاد، یک اصلاح به سمت بالا، مجدد پایین میاد، یک اصلاح به سمت بالا و مجدد پایین میاد، یک اصلاح به سمت بالا. ببینید کف، سقف، کف جدید، سقف جدید، کف جدید، سقف جدید. یعنی هم سقف های پایین تر و هم کف های پایین تر نسبت به سقف و کف های قبلیش میسازه. اینجا به اصطلاح ما میگیم لوور های و لوور لو. ببین این لوور لو، این لوور های، این لوور های، این لوور لو. وقتی سقف ها و کف های پایین تر ساخته میشه، ساختار بازار نزولی محسوب میشه. پس توی ساختار بازار 4 اصطلاح هست که از همین امروز بایستی خوب یادش بگیری. هایر های یعنی سقف بالاتر، هایر لو یعنی کف بالاتر، لوور های یعنی سقف پایینتر و لوور لو یعنی کف پایینتر. اگر همین 4 مفهوم رو درست یاد بگیری، پایه بسیار مهمی برای ادامه آموزش تحلیل تکنیکال داری. مورد سوم میرسیم به بازار رنج و بدون روند. بازار رنج و بدون روند. بازار همیشه صعودی یا نزولی نیست. گاهی قیمت بین یک سقف، ببینید یک سقف و یک کف رفت و برگشت داره. به اصطلاح تو یک کف و یک سقف رفت و برگشت میکنه قیمت. به این حالت معمولا بازار رنج میگیم. اینجاست که نه بازار نه سقف بالاتر میزنه و نه کف بالاتر و نه سقف پایینتر و نه کف پایینتر. در حقیقت بازار بدون روند و رنجه و همین تشخیص ساده میتونه جلو خیلی از معاملات بیکیفیت و ضررتون رو بگیره. اول بازار رو بفهمیم، بعد دنبال معامله باید باشیم. خب یک جنبندی داشته باشیم دوستان. امروز از صفر شروع کردیم. فهمیدیم بازارهای مالی چیه، ترید و تریدر رو شناختیم، تفاوت بین ترید و سرمایه گذاری رو گفتیم، با انواع بازارهای مالی آشنا شدیم، با انواع جفت ارزها آشنا شدیم و در نهایت رسیدیم به ساختار بازار. یاد گرفتیم که برای خوندن ساختار بازار باید سقف‌ها و کف‌ها رو دنبال کنیم که همون 4 اصطلاح مهم، هایر های، هایر لو، لوور های و لوور لو. در ویدیوی بعدی میخوایم بریم سراغ ساختار بازار به صورت دقیق تر و ببینیم شکست ساختار، تغییر روند و تشخیص نقاط مهم روی چارت چطور اتفاق میفته. پس اگه میخوای بازار رو از پایه و بدون حفظ کردن سیگنال ها یاد بگیری، این سری آموزش ها رو دنبال کن و در پایان کانال رو چنانچه سابسکرایب نداری سابسکرایبش کن و زنگوله روشن تا محتوای بعدی بهت اطلاع داده باشه. دیداری بعد، خدا نگهدارت.